नौहा है मातम है दिल गिरिया कुना है, हर लम्हा हर लब पर एक आहो फुगा है। दरिया है पानी है सब कुछ तो रवा है, एक घर था ज़हरा का अब घर वो कहाँ है। दिल ज़हरा है बड़ा तन्हा है, बड़ा प्यासा है, बड़ा प्यासा है, सबके आंसू है रवा, सबके लब पर है फुगा। ऐ दिले या फातिमा या माज़ूम इमाम, या माज़ूम। Assalamu alaikum everyone. As you can all see, we had a Majlis-e-Aza at our home, which was started with Namazi Maghrib. May Allah accept all our Majlis and Namaz. Ameen. So everyone, you can watch the whole Majlis in this video. I hope we all get the message behind this Majlis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नौहा है मातम है दिल गिरिया कुना है, हर लम्हा हर लब पर एक आहो फुगा है। दरिया है पानी है सब कुछ तो रवा है, एक घर था ज़हरा का अब घर वो कहाँ है। दिल ज़हरा है बड़ा तन्हा है, बड़ा प्यासा है, बड़ा प्यासा है, सबके आंसू है रवा, सबके लब पर है फुगा। ऐ दिले या फातिमा या माज़ूम इमाम, या माज़ूम इमाम। पर मोहम्मद वाले भाई थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु भाई ज़बूर आगा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बार दिगर बा आवाज़ बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک صلوات بخوانید بر محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوند متعال در قرآن کریم در از این مختصر سوره که میخوایم خدمت شما بخوانیم مطلبی بیان کرده که باید واقعا توجه بدیم. قرآن حق کلام خداوند متعال و برای ازی است که اونایی که در از دنیا زنده دلان هستند مثل شما زنده تر کنه و اونایی که دلایشان مرده زنده کنه شد. حالا ایش دیگه مال دویمنش مال شما نیه. انشالله که تمام از مدلای ما زنده باشه از عشق خود خدا، عشق اهل بیت طاهرین علیهم السلام. خداوند متعال بیان مونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. در برای شان نزول از این آیات مختصر سوره است. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یک دو آیت دیگه داره. شان نزولش بیان شده موقع در او زمان مردم آمدن دودن طایفه آمدن بر یک دیگه فخ فروشی کدو شروع کرد. یک گفت منی طایفه ازمو منی قبیله ازمو اینی قدر زیاد آدم های. یکی دیگه گفتی قدر زیاد آدم. بعد آدم ها را حساب کدو شروع کرد تایی که نوبت دزی رسید گفتن بیا بوری علی قبرم حساب کنی. قبرها را حساب کنی تا مرده ها حساب کنی چقدر افراد مو زیاد داریم یا شما زیاد داریم. رفتن قبرستان قبرم حساب کدو شروع کردن. این آیات نازل شد الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. خداوند متعال بیان مونه موقع شما را توجه شما سونی کسرت گرایی در غفلت برده منحرف کرده در خواب رفته حتی زرتم المقابر تایی که قبرها را زیارت کردی. بعض مفسرین بلکه تمام مفسرین را بیان مونه شان نزول آیات قرآن آیت قرآن را مخصوص در یک زمان نمونه بلکه اگه واقعی پیش مایه مناسبتی پیش مایه خداوند متعال او آیات را نازل مونه. خبر دارین دیگه قرآن دو دفعه نازل شده دو رنگ نازل شده. یک نزول قرآن نزول دفعی خود قرآن بیان مونه در سوره قدر انا انزلناه فی لیلة القدر. قرآن را در شب قدر نازل کردم. این نزول دفعی قرآن است و بر قلب مبارک رسول خدا تمام قرآن یک جای نازل شده. یکم نزول تدریجی قرآن گریجوالی قرآن نازل شده آهسته آهسته نازل شده. یکی آهسته آهسته نازل شده قرآن به خاطر یک مناسبت هایی بوده. اگه چیز پیش آمده مطابق همزو آیات نازل شده. اونا شان نزول مشنه. شان نزول هیچ موقع آیت قرآن را مخصوص همزو واقع نمونه. یعنی تا روز قیامت هر کس این خصوصیت داشته باشه او غافل مشنه در غفلت موره. وقتی در غفلت رفت این عمر انسان تیر مشنه. وقتی عمر انسان تیر شد ایتنیه که دیگه همیشه در غفلت بمنه و هیچ موقع بیدار نشنه. قرآن خود چه موقع الهاکم التکاثر. تکاثر یعنی کسرت گرایی. انسان سونی از این باشه که ما زندگی را اون رنگ تیر کنم چیزایی داشته باشم که زیاد باشه پیش از من و برای زیاد داشتن فخر و فروشی کنم بر دیگه. مال دنیا زیاد جمع مونه انسان بعد دیگر نشان میده فخر فروشی مونه. امزی والا حتی علم را
اگر برای فخر فروشی، برای از که برتری از خود بر دیگه جتا کنه انسان علم را حاصل کنه، یه ممزی والا لهاکم تکاسر یعنی کسرت گرایی، دوست داشتن که زیاد باشه پیش از من از این دنیا، تا برتری داشته باشون بر دیگران. هرچی باشه، مال باشه، قدرت باشه، فرزند و عیال و خاندان و طایفه و قوم و اینا باشه، علم باشه، هرچی استیتاس خوب باشه، یک جاب خوب باشه، بیزنس را انسان خوب روست استبلیش کنه، برای چی؟ برای ازی که ما از دیگه کده برتر باشون، من دیگه آبروی ما بیشتر باشه، دیگه مرا احترام بیده، در رای ما ایسته. تمام از نام متکاسر است که خداوند متعال من قرآن مگه لهاکم التکاثر، اید غفلت مبتلا من شمور. حتی زرتم المقابر، ایتانیه که همیشه انسان دیگه از غفلت بمونه و هیچ موقع بیدار نشنه، بلکه خداوند متعال مگه تایی که این غفلت اینقدر ادامه پیدا مونه برای انسان، یا چشم حقیقت بین پیدا کنه، بینگرنه حقیقت چیه؟ حقیقت همیه که تمام از ما بنده پروردگاریم، حقیقت همیه که هیچ چیز در از دنیا از ایوالانیه از نظر پروردگار پوشیده باشه، حتی قلب از ما، نیت های از ما، او چیزایی که خود ما خبر ندارم در باره از خود، او هم خدا خبر داره، حقیقتیه. خب وقتی از این غافل مشنه انسان، ما گرفتار مشنه از این تکاسر که برای شما بیان کردم، این تکاسر انسان را از این غفلت موره، این غفلت ایتانیه برای همیشگی باشه و هیچ موقع انسان بیدار نشنه. قرآن موگه حتی زرتم المقابر، حتی ای که قبرها را زیارت کنی. حالا چی رنگ قبر زیارت مونه؟ انسان از دنیا اگر بوره دیگه قبر زیارت مونه، اونجا چشم انسان واز مشنه. امیر المومنین علیه السلام یک جمله داره، موگه الناس نیام اذا ماتوا فانتبهوا، مردم خوابن، در خواب غفلت رفتن. وقتی آدم خواب مورد چیکار مشنه؟ پیشیار کارشونه دیگه گپ بوگه، دیگه دوز بایه، مال چیر ببره. اگر این در خواب مبتلا باشه بیدار نشنه، خب دوز ماده مال زیر برده، این بنده خدا قرار ده خوابی مثلا غفلت گرفتاره، تمام چیزا برده، هیچ متوجه نشده، تازه بیدار مشنه میگرنه تمام مال مر برده، دوزی کنه. خواب ای حالت میره، غفلت را میره. امیر المومنین علیه السلام بیان مونه الناس نیام، مردم خوابن، اذا ماتوا فانتبهوا، انگامی که بمرن تازه بیدار مشتن چی خبره. در از این دنیا اینقدر مشغوله، مشغولیت از این دنیا اینقدر زیاد شده برشان، در خواب مبتلا شده، در غفلت مبتلا شده. وقتی از این دنیا رفت تازه متوجه میشه چی خبر بود، او کارهایی که ما کردم. بعض اوقات خدا نخواسته کارها ظاهرش هم بده، جواب داد نیم. آبرو را بردم، جواب داد نیم. حق اگو کس خوردم، جواب داد نیم. از ریزه چیز حساب میگیره انسان را، از ریزه چیز جواب داد نیم. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس ذره برابر خیر انجام بیده زاید همونه خدا مگه مینگر نشیره. و من یعمل مثقال ذره شر یره، کس ذره برابر شر انجام بیده، بدی انجام بیده، او را مینگر. وقتی از این والا هسته انسان در این دنیا اگر بیدار شد فهمید ما صاحبی دارم از خود، بدونی صاحب نیم. این دیگه مردم هم که هستن اینا هم صاحبی دارن، از این والا نیه در حق از اونا هر کار کردم دیگه پرسان نموشتن. در از این دنیا شاید اگه کار کنم پرسان نشنه، شاید خبر ایج نشنه که کی کار کده. بعض اوقات هسته دیگه انسان ظلم مونه در حق اگه کس او خبر ایج نموشنه. ایتانیه که صاحبش خبر نباشه، صاحبش بینگر ندارم. وقتی در از دنیا موره روی برویم از من پرسان نخوب تو چری کار انجام دادی. گاهی اوقات این طرم نیه کار انسان کاری بدی باشه،
در ظاهر کاری خوبه، نیت ها رو خبر. نیت تو چی بود ازی؟ مجلس خواندی، نیت تو چی بود؟ عزاداری کردی، نیت تو چی بود؟ نماز خواندی، نیت تو چی بود؟ غریب را کمک کردی، نیت تو چی بود؟ خالیم نه که ظاهر سیل شونه که اوقات یک کس دیگر کمک مونه، زیادم کمک مونه، لیکن خدا نخواسته نیتیه که مردم بگه آدمی خوب است، آدمی است که انفاق مونه، زیاد کمک مونه، دیگر دست چه میگره، شهرت میخواه. نیت ها رو مخبره، نیت ها رو حساب مونه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد خود قرآن مگه کلا سوف تعلمون، مگه ایتنیه که همیشه در از غفلت بمنین شما. سوف تعلمون، در زودی متوجه مشنید، مفهمید. تعلمون یعنی مفهمید، علم حاصل مونید، متوجه مشین، خبر مشین. بعد قرآن تاکید مونه ثم کلا سوف تعلمون، نه حتما مفهمید، متوجه مشین. بعد خداوند متعال یک مطلب بیان مونه. این مطلب بسیار یک مطلبی است باید توجه بدیم. خداوند متعال میگه کلا ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر شما علم یقین می داشتین امیالی، یعنی از غفلت برو میکردین، خودخور از این تکاسر یکم نجات میدادین، چشم واز میکردین، لترون الجحیم، در اینمی دنیا جهنم را مشاهده میکردین. در اینمی دنیا نیاز نکده انسان دو طرف مورا جهنم را مشاهده کنه، در همین دنیا جهنم مشاهده میکنید. منگرنیدین باطین همزی غیبت گفتن، باطین همزی آبرو بردن، باطین همزی مال حرام خدا نخواست مال دیگار خوردن، حق دیگار خوردن. باطین همزی چیزا آتیشه، باطین همزی چیزا جهنمه. در آیت قرآن خداوند متعال بیان مونه کسانی که مال یتیم را مخوره انما یأکلون فی بطونهم، چیکار مونن اینا؟ مال یتیم را مخوره، آتش روشن مونه در شکمه های از خود. خب بسیاری هم مال یتیم را مخوره، نان چه مزم نوشته، خیال مونه میته تمام شد. باطن چی آتش بود؟ باطن چی؟ سوال ایجاد مشته وقتی باطن از یه آتش هسته. خداوند متعال مغلو تعلمون علم الیقین، اگر شما علم یقین می داشتین لترون الجحیم، جهنم را همینج مشاهده میکردین. خب چرا ما نمیگردیم؟ چرا نمیگردیم؟ اونایی که گناه انجام میده، اونایی که ظلم انجام میده، چرا نمیگردن؟ علما آماده یک مثال میده برایزی، موقع اینا از بست که در غفلت مبتلا هستن متوجه اجنا مشتن اینا. چی رنگه؟ مثلا اگر انسان بوره علاج کنه خود خوره، وقتی علاج مونه بعض اوقات خب علاج در جایی میسته که اپریشن باید کنه. اپریشن وقتی مونه یک انجکشنی به حسی میزنه انسان را، یا به هوش مونه کلن یا به هوش هم نمونه، انجکشنی به حسی میزنه. پای گو کس را اپریشن اگر کدنی باشه او تا کسان که پای هایشی گوتنه هایشی اپریشن شده کد از ما قصه کدن خودان چند موقع اصلا از کمر تا به حس مونه، به هوش نی دا هوشی دا اپریشن تیچر هم استه از کمر تا به حس کده آوازم میشنوی که آواز ماه دارم ای که مثلا آینگ میلگه برای گوچنه آدم، برای استقان آدم، خب آواز را میشنوه انسان، لیکن اصلا درد محسوس نمونه، مثل از که هیچ چیز نموشته دارم، هیچ. نه ای که جان آدم را پاره نکده، نه ای که استقان آدم را مثلا گوتنه را بدر نکده، یک آینگ نیشته جایش، تمامی کارها را انجام داده، لیکن ذره برابر ما احساس نمونم، درد محسوس نمونم. چرا؟ چون به حس کده مرا توجه زیاد طرفی دنیا پرستی به حس مونه انسان را. وقتی به حس کد خوبی بدی را نمفهمه، خوبی بدی را نفهمید دیگه هر رنگ ظلم انجام میده، هر رنگ دلش بخواه آبروی دیگر رو مبره.
دانه دانه اینا رو حساب داد نیا اونجی سنگین مونه انسان رو بیچاره مونه دقم نیایی زندگی خو در تیر کده ایا که خداوند متعال موگه کلا سوف تعلمون اگر خدا نخواسته از این گرفتاری انسان بدر نکنه خود در امی دنیا بیدار نشنه در امی دنیا چشم خواز نکنه در امی دنیا متوجه نشنه ما حساب کتابی دارم ما جواب داد نیوم پورا زندگی در غفلت مبتلا مشنه بعد وقتی جناب ملک الموت علیه السلام تشریف میرن اون موقع انسان موقع ای وای چی کار کردم عمر داشتم جوانی داشتم خدا فرصت داده بود تمام را ما از دست دادم خب دیگه ببخشید همینقدر که خدمت شما گفتم از این بیشتر بدنم نزکام شدم گفتم نمیتونم زیاد انشالله یک انرژی بوم نبری شاو که مجالس شاو چه شونه مختصر حالا یک ذکر مصیبت میخوانیم اونا مالا خلوص نگاهونه دیگه انشالله این مجلس عزیز از موقت خلوص گرفته خلوص شان نگاه مشنه میخواد مختصر را انشالله صاحب خانه از این حقیر قبول کنن یک صلوات بخوانیم اللهم صل علی محمد و آل محمد خب ایام عزای امام حسین علیه السلام است بنده به جایزی که خود ما برای شما ذکر مصیبت بگم یک چند جمله را از زیارت ناحیه بیان منم از زبان امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف این زیارت بیان شده و این جملات مصیبت سید الشهدا علیه السلام مثل ازی که امام زمان علیه السلام مصائب خواندن در از زیارت ناحیه مقدسه از طرف امام زمان علیه السلام برای نایب خاصشان آماده و از مو رسیده نواب اربعه 14 نایب خاص داشتن وقتی در غیبت رفتن در ذریعه از اونا زیارت ناحیه مقدسه از مو رسیده دیگه این جملات خود امام زمان علیه السلام است که برای مظلومیت جد بزرگوار از خود بیان کرده شروع زیارت ناحیه مقدسه امام علیه السلام سلام میده جد بزرگوار از خود خوره بعد وقتی آخرایش میرسه این زیارت در اوج از خود خو میرسه امام علیه السلام امام زمان علیه السلام دیگه سلام نمیده این مصائب را بیان مونه برای جد بزرگوار از خود خو که بعضی جمله از خدمت شما ما بیان منم ذکر مصیبت از مهمی جمله آقا امام زمان علیه السلام باشه خب منی زیارت ناحیه امام زمان علیه السلام این جمله را موگه ای جد مظلومی از من وقت مرا اجازت نداد که ما در کربلا در خدمت شما بودم امام زمان علیه السلام درد دل مونه یعنی ای جد بزرگوار از من اگر ما در کربلا بودم قبل از اینکه شما بورین و قربان شدین مثل علی اکبر ما سپر قرار میدادم خود خورم قبل از اینکه جناب علی اصغر به شهادت برسه اول ما رفتم کمک مقدم شما را زمانی که صدای هل من ناصر ینصرنی بلند کردین ای کاش ما بودم در کربلا ما خود ما رفتم کمک مقدم شما را اما ای جد مظلومی از ما حالا که نبودم در کربلا زمان بینی از ما و شما فاصله انداخته ما اینقدر گریه منم برای شما صبح و شب گریه منم در جای آودیده خون گریه منم امام زمان علیه السلام در از زیارت موگه بعد میرسن در از چند جمله‌ای که برای شما بیان نم و احدقوا بک من کل الجهات ای ابا عبدالله الحسین وقتی شما تنها مندین از هر 4 طرف آمدن شما را گرفتن از هر 4 طرف آمدن گرفتن شما را و اثخنوک بالجراح هر کس در دست هر چیز داشتک میزدن شما را من این مقتل آمده اونایی که شمشیر در دست داشتن خوب که شمشیر حمله کرده بودن اونایی که نیزه در دست بود داشتن که نیزه میزدن بعضیا تیر داشتن تیر باران میکردن سید الشهدا را
بازی هم چیزی نداشتن، سنگ گرفته بودن که سنگ میزدن امام حسین علیه السلام را. امیر امام زمان علیه السلام بیان منوات خنوک بالجراح و حالو بینک و بین الرواح. دیگه میمادن بین شما و بین اهل حرم شما مانع قرار موشدن، نمیشتن شما را طرفی حرم از خود خبارین. ولم یبقى لک ناصر. امام زمان علیه السلام مگه جد مظلومی از ما، دیگه هیچ نصرت کننده برای شما باقی نمانده بود. و انت محتسب صابر. تمامی از اینا رو برای خدا در و صبر کرده رایی بودی. چشمای تو طرف رضای پروردگار بود، مفتی رزن به رضاک. ای خدا به رضای است و ما راضی استم. تذب عن نسوتک و اولادک. ای جد مظلوم از من، تا توان داشتی آخر وقت دیگه باسی علمدار که نبودک. امام حسین تنها هم از زن و فرزند و خواهرای خود دفاع مکدن، هم جنگ مکدن. حتی نکسوک عن جوادک. تایی که آمدن شما را از اسب شما بر زمین انداختن. فهویت الى الارض جریحا. بر زمین مجروح پریدین. چی رنگ پریدین؟ شاید که صورت خو پریده ابا عبدالله حسین علیه السلام. تتعوک الخیول بحوافرها. این جمله عجیب است. امام زمان علیه السلام مگه یا ابا عبدالله شما نو زنده بودین، اسب ها را بر شما دواندن، بر سینه مبارک شما اسب را دواندن. و تغلوک الطغات ببواترها. کت نیزه ها میمادن میزدن شما را درو. قد رشح للموت جبینوک. عرق موت بر پیشانی شما ظاهر شدک. و اختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک. دست راست و چپ از خود از دست موت در آواز و بسته مکدین. تدیر طرفا خفیا الى رحلک و بیتک. قربان مظلومیت سید الشهدا شونیم. امام زمان مگه کد گوشه چشم از خود خصونی خیمه های خود نگاه مکدین درو. وقد شغلت بنفسك عن ولدك و اهلك. دیگه چشمای خود بسته کردین، حتی دیگه خیمه را نگاه نمکدین، خیمه ها را نگاه نمکدین. و اسرع فرسک شاردن. تایی که زلجنا به طرف خیمه ها رفت فریاد میزد درو. امی که زلجنا فریاد شیره فهمیدک، آواز شیره فهمید. اهل حرم دوان طرف مقتل مادن، بر سر و صورت میزد. بعد امام زمان علیه السلام موقع وقت اهل حرم آمدن طرف مقتل یک مرتبه. و شمر جالسون علی صدرک. شمر بر سینه شما سوار شده بود، با کند خنجر گردن شما را در آمو برید. یک مرتبه روبروی خواهر با 10 ضربت سر حسین ابن علی را از بدن مبارکشان جدا کرد. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندا این قلیل عبادت را از همه ما خصوصا از اهل خانه به احسن وجه قبول بفرما. ما را از بهترین یاران و انصار امام زمان قرار بده. قلب نازنین آقا امام زمان را از همه ما خوشنود و راضی بفرما. پروردگارا خیر و برکت و رحمت خود را بر این جمع خصوصا بر این خانه نازل بفرما. شر و بلا و مصیبت و نحوست را از این جمع خصوصا از این خانه و اهلیان این خانه دور بفرما. پروردگارا حاجات این جمع، حاجات اهل خانه را برآورده خیر بفرما. مشکلاتشان را جلد از جلد برطرف بفرما. پروردگارا تمام مریضا را خصوصا برای حسنین علی التماس دعا گفته شده. ای برادر عزیز از مورد جلد از جلد شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت با اهل بیت طاهرین علیهم السلام محشور بفرما.
لحظه از آنها جدا مفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. برای مرحومین از خودم خو مرحومین اهل خانه رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन हाय बर्ची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है हुसारी या हुसैन। पूछा जब अकबर की माँ ने शाहिदी रोने लगे, किस तरह बरची कलेजे, किस तरह बरची कलेजे से निकालिया हुसैन हाय बरची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन हाय बरची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन हाय बरची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन। छीनते थे जिस घड़ी जालिम रिदा सर से मेरे, मैं सदाए दे रही थी, मैं सदाए दे रही थी हाय गाजिया हुसैन हाय बरची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन हाय बरची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन हाय बरची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है हुसारी या हुसैन। खाक के बिस्तर पे वो मासूम सोए किस तरह, जो तेरे सीने पे सोने, जो तेरे सीने पे सोने की हो आदिया हुसैन हाय बरची से चिता है मेरे अकबर का जिगर, उम्मे लैला कर रही है आहुजारी या हुसैन या हुसैन बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु मुतवज्जह ज़ियारत। السلام
على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ना लश्कर ना यार ना कोई सहारा, ना भाई ना बेटे घर लुट गया सारा। नेज़ों में तेज़ों में ज़हरा का दुलारा, किस दिल से गुर्बत में प्यारों को पुकारा। कहाँ हो अकबर कहाँ हो असगर, सदा दो दिलबर सबके आंसू